سامانه رسمی خدمات علاقه تاجیکستان که روزهای آخر به طور بی‌سابقه فعال شده است، روز 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که این نهاد وابسته به حکومت جمهوری در ادامه تدبیرهای پی در پی جهت بلند برداشتن صورت اینترنت و پست کردن ارزش آن به دو شرکت وطنی بخش خصوصی برای وارد نمودن کانال‌های بین المللی بلند صورت دسترسی به شبکه گلوبالی اینترنت اجازت نامه داده است. اقدام نوبتی با اهمیت و مهم بوده برای کم نمودن ارزش و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی دسترسی به اینترنت مساعد فراهم می‌آورد، همچنین به تشکیل فضای رقابت سالم در ساحه علاقه و جلب سرمایه‌های خصوصی به سکتور تلکمونیکاسیون کشور مساعدت فعال می‌نماید. گفته می‌شود در اطلاعیه نام این دو شرکت خصوصی گفته نشده است، ولی بعد سال 2015 در 8 سال آخر این بار اول است که به منوپول شرکت دولتی تاجیک تلکام نقطه گذاشته شده. به شرکت‌های دیگر نیز حق وارد کردن اینترنت داده شد. قرار معلوم از سال 2015 خدمات علاقه بازار واردات اینترنت را در کشور پورا منوپول کرد و شرکت‌های اینترنت رسان را مجبور کرده بود که اینترنت را تنها از این شرکت دولتی تاجیک تلکام بخرند. نرخ فروش اینترنت به شرکت‌ها رسما اعلام نشده است، ولی سال 2019 شرکت‌های موبیلی اقرار کرده بودند که مجبورند به تاجیک تلکام برای 1 گیگابایت اینترنت $51,000 بسپارند و این هم به این است که آن باز بیش از $10,000 دیگر را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های اینترنت رسان و کارشناسان سوء همان وقت گفتند که این قرار خودخواهانه خدمات علاقه و رهبرش بیگ صبور را به باد شدید انتقاد کشیده می‌گفتند که در منوپول یک نهاد یا شرکت قرار دادن بازار اینترنت هیچ خوبی ندارد، برعکس مانع رشد این بازار می شود و چنین هم شد. کاربران تاجیک به همین دلیل به این امید که شاید شرکت دیگر برایشان اینترنت بهتر و با سرعت‌تر فراهم بیاورد زود شرکت‌های اینترنت رسان خود را عوض می‌کردند، ولی متخصصان می‌گویند در شرایطی که واردات اینترنت در تاجیکستان در منوپول یک شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد و همه شرکت‌های اینترنت رسان اینترنت را از یک جا می‌گیرند، عوض کردن شرکت‌ها هیچ سودی ندارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز ماه دکبر سال 2022 هنگام ارائه پیام سالانه‌اش سردار خدمات علاقه بیگ صبور را در بین همه اشجار خیزانده برای صفت و صورت پست و نرخ بلند اینترنت و علاقه موبیلی در کشور سخت تنقید کرد. به او برای اصلاح وضع وقت داده بود. چند هفته آخر بیگ صبور با تشکیل چند جلسه و اقدامات دیگر به مثل دادن اجازتنامه وارد کردن اینترنت به دو شرکت خصوصی تلاش دارد تا بالاخره بعد قریب 1 سال کمبودی‌های گفته پرزیدنت را اصلاح کند. برخی منبع آگاه روز 15 نوامبر سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفتند که اخیراً از دستگاه پرزیدنت به بیگ صبور هشدار امامعلی رحمان را بار دیگر خاطر رسان کرده خبرش دادند که اگر تا روز پیام نوبتی پرزیدنت وضع را اصلاح نکند میتواند با وظیفه سردار خدمات علاقه خیر خوش کند. بیگ صبور که خدای پرزیدنت هم است و قبلا در مسکو یک دکان فروش گوشت داشت، از سال 2003 به این طرف اینک 20 سال باز رهبری ساحه علاقه تاجیکستان را در دست دارد.